بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله. این یک حدیث دیگری است که این رو در من لا یحضر مرحوم صدوق نقل میکنند که مفصله. حالا این از اوائل این حدیث است که فرمود ثم قال صلی الله علیه و آله الا انبئکم بشر الناس قالوا بلا یا رسول الله. حضرت فرمود خبر بدم به شما که بدترین مردم کیست؟ عرض کردند که بله. قال من ابغض الناس و ابغضه الناس. این یک معیاره. کسی که از مردم بدش میاد، مردم هم از اونا بدشون میاد. این بدترین مردم اینه. ابغض الناس و ابغضه الناس. نتیجه قهری دشمن داشتن مردم اینه که مردم هم اون رو دشمن میدارن. وقتی ما مردم بد بود، مردم هم اونو دوست نمیدارن و او بدن. این فرمود شر الناس است که خب عرض کردیم این شر به معنای شر مطلق نیست، شر نسبی است. ثم قال الا انبئکم بشر من هذا. حالا یه نفری رو بگم که از اینم بدتر باشه. قالوا بلا یا رسول الله. قال الذي لا یقیل عثرة. لغزش کسی رو صرف نظر نمیکنه، اقاله نمیکنه. خب بالاخره هر انسانی لغزشی داره. اگر سر و کار این انسان و لغزش او به ما افتاد، نباید سختگیری کنیم، نباید پافشاری کنیم. یه بدی به شما کرده، حالا معذرت خواهی میکنه. بعضی اصلا نخیر، قرص با میشن نخیر، غلط کرده، این کار کرده، منم قبول نمیکنم. نه، این کار بدی است. وقتی معذرت خواهی میکنه، از شما عذرخواهی میکنه، خدای متعال با اون عظمت عذرخواهی مردم رو قبول میکنه. استغفار و عذرخواهی است دیگه. وقت بنده حقیر فقیر کوچک مستضعفی که هیچی نیست در این عوالم عظیم وجود، هیچ به حساب نمیاد، این استکبار کنه و معذرت کسی رو قبول نکنه. بلا یغفر ذنبا. و گناه رو نمی بخشه، گناه کسی رو نمی بخشه، که این مرجعش به همون قبلی هاست. این بدتره. بنابراین یکی از اخلاق عمده اجتماعی این شد که انسان بتوانه صرف نظر کنه از خطاهای افراد. این خطا رو بایستی در اون جایی که می شود گذشت.